40% خاک ولسوالی حضرت امام صاحب کندوز تحت تسلط مخالفان مسلح حکومت قرار دارد. مسئولان محلی ولسوالی حضرت امام صاحب ولایت کندوز میگویند که همکنون 40% خاک این ولسوالی تحت حاکمیت مخالفان مسلح حکومت قرار دارد و موجودیت بیش از حد طالبان مسلح و جنگجویان کشورهای آسیای میانه آنان را نگران ساخته است. امان الدین قریشی ولسوالی امام صاحب در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که بر اساس معلومات ارگانهای کشفی و استخباراتی در حال حاضر نزدیک به 1500 طالب مسلح و جنگجویان خارجی در این ولسوالی حضور دارند و در برابر نیروهای دولتی می جنگند. بار ما این گپا را به مقامات گفتیم، وقتی که یا حضور دوامداری از زیاد ساحه باعث تقویتشان 100% میشه. اینا ضعیف بودن، وقتی که در ساحه اینا دوامدار ماندن، بعضی بچه‌های ویلگرد و بیکار یا هم به همراه از جاگت شد. یک تعداد انسان‌هایی که کم عقل که به این وطن عشق و علاقه نداشتن، به خاطر شهرت طلبی، به خاطر چور و چپاول، به خاطر ولجه گرفتن و غنیمت گیری، یک تعداد دیگه هم به همراه از اینا گت شد که صفی از یا تقویه شد و ضعیف شد. من بعد هم اگر یا دوام بکنه احتمال داره که اعتمادی را که ملت دولت داره، همین اعتماد خود ملت ای دوست بده و همه مردم به طرف از اینا رجوع بکنه و حضور دوامدارشان به کلی به ضرر است و به نفع ملت و دولت نیست. بر اساس گفته‌های قریشی که همکنون خط مقدم جبهه میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح حکومت در مناطق نزدیک شهر این ولسوالی، جوی بیگم، قرغز، انگورباغ، الف بیردی، نغمه بازار، قرغان تپه، نواباد، گنبز و بسکش قرار دارد که ساحات یاد شده از مرکز ولسوالی در حدود 2 کیلومتر الا 5 کیلومتر فاصله دارد. ولسوال میگوید که نیروی امنیتی این ولسوالی در خط جبهه قرار دارد، اما نیروهای اضافی وجود ندارد که به خاطر سرکوبی طالبان مسلح عملیات تصفیه‌ای راندازی نمایند. با این قسمی دشمن 2 الی 2.5 کیلومتر شاید فاصله داشته باشه و با این قسمیش 1 کیلومتر فاصله داره. پشت اینمی چنارا اون درختی که در شما معلوم میشه پشت سر از اینمی قریه به نام یاسای داملاست که اینمی در تصرف دولت است، اون طرف اینمی چنارا در سر اینمی زمینات طالباست و امی خطی که فعلا ما شما میبینیم امی سنگر با این قسمی که به مسیر الف بیردی این سرک این خط دومی است که پیش روی از دیگه یک سنگر دیگه داریم اردوی ملی است و با این قسمش این خط اول است. از جانب دیگر حاجی خانزاده یک تن از متنفذان ولسوالی حضرت امام صاحب با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر اکثر قرى و قصبات بزرگ این ولسوالی تحت تصرف مخالفان مسلح حکومت قرار دارد و حضور دائمی طالبان مسلح در منطقه باعث متضرر شدن باشندگان قرى و قصبات گردیده است. امام صاحب وضعیت سیده صاحب چې څو ورځې مخکې خو ډېر خراب و دا څو ورځې کېږي چې په خپله په داخل د ولسوالۍ کې خو امنیت لږ دغه دی ښه دی، لیکن بیرون د ولسوالۍ نه امنیت نشته دی صاحب. هلته دشمن قرار لري، هلته مخالفین ډېر زیات دي، دا د ازبکستان دي، د تاجکستان دي، د پنجاب والا دي، د پاکستانیان پنجابي دي صاحب، خپله نه طالبان دي. دا په د ولسوالۍ د 2 کیلومتره نه اخواته بیا ټول امنیت د هغو په لاس کې دی. از سوی دیگر مسئولان محلی ولایت کندوز میگویند که همکنون عملیات تصفیه نیروهای دولتی در ولسوالی دشتچرچی کندوز جریان دارد و پس از تصفیه و پاکسازی کامل این ولسوالی دامنه این عملیات به ولسوالی امام صاحب کشانیده می شود. ولسوالی حضرت امام صاحب ولایت کندوز به طرف شمال این ولایت موقعیت داشته و با کشور تاجیکستان سرحد مشترک دارد و میان این ولسوالی و کشور تاجیکستان دریای آمو قرار دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.